یه وبسایتی هست که این زیر آدرسش رو میبینین. موهاتون رو میتونین کوتاه کنین و بفرستین برای بچهای سرطانی که موهاشون از دست دادن. برای این کار بروس لازم دارین. موهاتون رو قشنگ بروس میزنین کامل. کش رو برمیدارید و موهاتون رو دو مسبی پایین قشنگ صاف و صوف دو مسبی پایین میکنید. بعد از اینکه دو مسبی شد شروع میکنید به البته یه ذره باید جا بذاریم برای اینکه میخواین قیچیش کنید. بعد شروع میکنید به بافتن. البته یکی دیگه براتون اگه این کارو بکنه خیلی بهتره، ولی من چون کسی نیست الان موامو ببافه مجبورم خودم ببافم. یه ذره سخته، یه ذره هم داره طول میکشه، تحمل کنید ولی خودتون فهمیدین دیگه. تا ته میبافین سفت، قبلش هم موهاتون رو بشورین تمیز باشه. بعد کش رو میزنید زیرش تا جایی که میتونیم بریم پایین. کش رو میزنید زیرش. قیچی رو برمیدارید و موهای بلندی که سالها علکی همجور بلند بوده رو قیچی میکنید از اینجا. قیچی نمیبره. قیچی نمیبره. میشه قیچی تیزتر به من بدین وگرنه من مثلا 7 روز اینجا قیچی کنم. همینجور که من ادامه میدم که این قیچی کند موهای من رو ببره. خیلی هم کند نیست ولی اره برقی داریم؟ آها برم موفق میشم. خب کج حوله. واقعا من پیشنهاد میکنم این کارو بدین یه کسی که وارده بکنه، خودتون نکنید. قیچی پیدا نشد؟ 7 ساعت بعد اون بزرگتر بهتره. قیچی ها رو عوض میکنیم. قیچی بزرگتر شما از اول اگه داشته باشید خیلی بهتره. ادامه میدیم. آها از اول باید همون قیچی کنم با این بتونم 2 تا بولاگیس درست کنم. بعد از اینکه خسته شدم، بعد از اینکه بریدید توی خود وبسایت که میرین، آها اینو بگم تو همونجور که داره طول میکشه، توی وبسایت که میرین یه قسمت داره که یه فرمی توشه نوشته دونیت هیر. باید این فرم رو پرینت بگیریم. میشه ادامهش رو بیا ببری برام؟ مرسی. یه فرمی داره که بعد این فرم رو پر کنیم. بعد از اینکه فرم رو پر کردیم آدرستون رو روی پاکت می‌نویسین. آدرس خودتون رو می‌ذارین اینجا، آدرس اونجا رو هم می‌نویسین و بعد از اینکه کسی بهتون کمک کرد و موهاتون رو بریدید می‌ذارینش توی زیپلاک. مرسی. می‌ذارین توی زیپلاک، درش رو می‌بندین و می‌ذارین توی پاکت و پست می‌کنین و برای نینی کوچولوها کلاگیس درست می‌کنن. مرسی. چقدر هیجان انگیز. خب می‌ذارین توی پاکت اینجوری و بعد با فرمتون می‌ذارین توی پاکت و پست می‌کنین. این آدرس رو می‌خواید زوم این بکنی که آدرس رو اگه تو وبسایت نتونستن برن. بیار پایین تر. این ورتر. خب دوربین تکون بده. من پیشنهاد می‌کنم حتما این کار رو بکنید و نینیا رو خوشحال کنید.